سلام، من ارغوان هستم. به کانال یوتیوب خودتون خوش اومدید. خیلی خوشحالم که چشمای قشنگتون بیننده ویدیو من هست و خوشحال‌تر همیشه اگر همین حالا کانالمو سابسکرایب داشته باشید و برام لایک و کامنت بذارید. امروز سه‌شنبه 27 خرداد 1404 هست. ساعت 12:40 ظهر. من صبح قراری با یه دوست عزیز داشتم، زودتر اومدم سالن، قرارم تمام شد و حالا که تنها هستم توی سالن گفتم که یه قسمتی از کتابو هم مجدد برای شما بخونم تا وقتی که تایم آزاد دارم و بعد از اون برم سراغ کارهای دیگه. این روزهای خیلی سختیه برای من که خیلی زیادتر از هر کس دیگه‌ای خیلی داره بهم فشار میاد که یه تصمیمی بگیرم. نمیدونم باید توی این موقعیت صبر کنم یا تصمیم بگیرم. در هر صورت صبر کردنم به نظر من خودش یک نوع تصمیم هستش و توی این اوضاع پیچیده‌ای که الان شرایط جامعه ما و کشور ما داره، همه افراد فکر می‌کنم یه دغدغه‌ای دارن در رابطه با این موضوع که چی کار باید الان بکنن، دقیقاً درست‌ترین کار چی هستش. نمیدونم، خودم هم این مقدار سردرگم هستم، ولی به خاطر اینکه من گفتم حالا اگر ویدیوهای قبلی رو دیده باشید، من چون سالن زیبایی دارم و خب اجاره بابت این مکان داده میشه و خب خیلی هزینه‌های دیگه هم هستش که باید پرداخت بشه. به خاطر همین موضوع من یه مقداری با توجه به اتفاقاتی که توی کشورمون افتاده تصمیم بر این گرفتم که کارهای مهاجرت خودم رو سریعتر انجام بدم و بعد از اینکه اوضاع مقدار آرومتر شد به هر کشوری که برام راحت‌تر هست اقامت گرفتن اونجا مهاجرت کنم. البته این تصمیم قبل از اتفاقاتی بود توی کشورمون داشت میافتاد و تقریبا هفته پیش من برای روز چهارشنبه فکر میکنم، چون تقریبا بذارید از اینجا تقریبا ببینم، هفته پیش دقیقاً چهارشنبه میشد 21 خرداد. 21 خرداد من خیلی اتفاقی توی اینستاگرام که میگشتم یه پیج اینستاگرامی دیدم که با توجه به حرفه‌ای که من دارم اقامت کاری میگرفتن برای کشور عمان. من کشور عمان رو انتخاب کردم به خاطر اینکه احساس کردم هم نزدیک به ایران هست و هر زمانی که نخواستم اونجا اقامت داشته باشم میتونم به راحتی برگردم و همینجا مجدد زندگیمو ادامه بدم و خب شرایط راحت تری برای مهاجرت داشتم. دلیل اینکه میخوام حالا مهاجرت کنم صرفا فقط به خاطر این هستش که احساس میکنم اینجا امنیت روانی و امنیت حالا هم جانی هم روانی هم ذهنی خیلی خوبی ندارم و هر زمان که میخوام تصمیم برای انجام کاری بگیرم یه اتفاقی میفته که صد راه من میشه و من اینو به فال نیک میگیرم که چرا باید زمانی که دقیقا من انتخاب‌هایی میکنم که مسیر کاری خودم برای خودم راحت تر کنم، مشکلات پشت سر بذارم، دقیقا همون موقع‌ها اتفاقات بزرگی میفته که من باید به جای اون تصمیماتی که گرفتم یه تصمیمات دیگه ای بگیرم، چون خیلی انعطاف نشون دادم توی کارم و یه مقداری داره بهم سخت میگذره. نمیدونم، همین امروز اصلا حتی دیشب هم به ذهنم رسیده بود که با مالکم صحبت کنم و بگم که تا 2 ماه بعد من تخلیه میکنم و به فکر این باشه که پول پیش من برگردونه و من هم کار مهاجرت هم انجام بدم. ولی باز هم این موضوع رو نگه داشتم پیش خودم، گفتم که حالا فعلا صبر واجب هست و صبر میکنیم تا ببینیم که چی پیش میاد. ولی این قصد خودم هم گوشه از ذهنم گذاشتم که بعد از اینکه اوضاع مقدار آرومتر شد تصمیم خودم واقعا برای زندگی بگیرم که میخوام چی کار کنم، چون واقعا مستقل بودن رو هم دوست دارم، به اضافه اینکه من خیلی سالهای زیادیه که دنبال این بودم که مستقل بشم و زندگی خودم رو تشکیل بدم و افکار خودم، روش خودم و اون چیزی که دوست دارم توی زندگی انجام بدم رو واقعا انجام بدم. چون با این اتفاقاتی که افتاده فکر میکنم تمام اون افرادی که از زندگیشون لذت واقعی بودن برد کردن، چون در نهایت همه ما میمیریم و تبدیل به خاک میشیم، یعنی با خاک یکسان میشیم. اگر قرار این اتفاق برام بیفته چه بهتر که از زندگی که الان داریم لذت ببریم. و خب من یه سری چیزا هست توی زندگی که زندگی شخصی که یک مقداری داره من اذیت میکنه
و زندگی کاری هم همینطور. همه اینها دست به دست هم داده که من یه تصمیم دیگه‌ای بگیرم. البته این تصمیم یکی از تصمیماتی که برای زندگی گرفتم، ولی خب چون پایان همین امسال من موعد سال اجارم هست، گفتم که تا پایان سال حتما یک تصمیم اساسی در رابطه با کار و زندگی خودم بگیرم. و خب تصمیم خیلی خیلی سختیه برای من، برای آدمی که خیلی وابسته بوده به کار خودش، به کشور خودش، به خانواده خودش. شاید یک مسیری باشه که باعث بشه که من تغییرات بزرگی روی خودم اعمال کنم و براش کنجکاو هستم و دوست دارم که خودم رو به چالش بکشم، اما نه به خطر بندازم. به چالش بکشم، چالشی که فکر شده هستش و یه جوری باشه که بتونم حداقل برای چند سالی رو زندگی خودم پیش بینی بکنم که به چه صورت میخوام پیش ببرم. یه درددری بود اولی ویدیو باهاتون کردم. خیلی این روزها احساس افسردگی و احساس ناراحتی دارم و خب خیلی احساس تنهایی میکنم. همین موضوع باعث شد که من همچنان دارم ویدیوهای یوتیوبم رو ضبط میکنم، اما هیچ کدوم از اونها رو نتونستم تا الان یا آپلود کنم، بارگذاری کنم به خاطر وضعیت اینترنتی که داریم. ولی قطعا بعدها که این ویدیوها آپلود بشه برای من یه خاطره هستش که از این روزها هم گذر کردم و رسیدم به اون روزهایی که برای خودم در نظر گرفته بودم و میخواستم که برای خودم بسازم. حالا خیلی سرت رو درد نیارم. این روزها که روزهای سختی برای هممون هست، هر کدوم یه جوری خودمون رو سرگرم میکنیم و من هم طبق معمول با خوندن کتاب‌هایی که توی سالن برای خودم خریدم و توی کتابخونه‌ام گذاشتم خودم رو سرگرم میکنم. کتابی که دارم میخونم الان کتاب اسرار ذهن میلیونر هست. از عنوان کتاب مشخصه که در رابطه با چی هست، در رابطه با اینکه میلیونرها چه ذهن و چه تفکراتی دارن، در اون ذهنشون چی میگذره که هر روز ثروتمندتر میشن. و نویسنده این کتاب هم تی هارو ایکر هست. مترجم کتاب رضا کیارات و عاطفه براکی‌آلا طبق انتشاراتی که این کتاب داره. ما در حال خوندن فصل دوم کتاب هستیم. فصل دوم میاد در رابطه با فایل‌های ثروت صحبت میکنه. یکی به یکی داره فایل‌های ثروتی که افراد ثروتمند دارن توی ذهنشون و افراد فقیر دارن رو با هم مقایسه میکنه و در آخر همون قسمت هم به ما یک راهکاری رو ارائه میده. رسیدیم به فایل ثروت شماره 3. افراد ثروتمند متعلق به ثروتمند بودن هستن و افراد فقیر میخواهند ثروتمند باشند. اگر از اغلب مردم بپرسید آیا میخواهند ثروتمند شوند، طوری به شما نگاه میکنن که انگار دیوانه هستید. قطعا آنها میگویند که البته من میخواهم ثروتمند شوم. واقعیت این است که اکثر مردم واقعا نمیخواهند ثروتمند شوند. چرا؟ زیرا آنها در ضمیر ناخودآگاه خود تعداد زیادی فایل ثروت منفی دارند که به آنها میگویند با ثروتمند شدن دچار مشکل میشوید. در سمینار فشرده ذهن میلیونر یکی از سوالاتی که از مردم میپرسیم این است که برخی از نکات منفی در مورد ثروتمند شدن یا تلاش برای ثروتمند شدن چیست؟ این همان چیزی است که برخی از مردم برای گفتن دارند. ببینید آیا می توانید با هر کدام از اینها ارتباط برقرار کنید؟ اگر آن را بسازم و از دست بدهم در این صورت چه کار باید بکنم؟ پس در این صورت واقعا شکست خورده خواهم بود. من هرگز متوجه نخواهم شد که مردم مرا به خاطر خودم دوست دارن یا به خاطر پولم. من در بالاترین سطح مالیات قرار بگیرم و مجبورم نصف پولم را به دولت بدم. این خیلی کار سنگینی است. من سلامتی خودم را از دست میدهم. دوستان و خانواده من خواهند گفت فکر میکنی کی هستی و از من انتقاد میکنن. همه میخواهند از من پول قرض بگیرن. ممکن است مورد سرقت قرار بگیرم. امکان دارد فرزندانم ربوده شوند. این مسئولیت بیش از حد توان من است و مجبورم این همه پول را مدیریت کنم. باید واقعا نحوه سرمایه‌گذاری ها را بشناسم. باید نگران استراتژی‌های مالیاتی و حمایت از دارایی‌هایم باشم و مجبورم حسابدار و وکلای گران قیمت را استخدام کنم. عذاب پشت عذاب. و این داستان همینطور ادامه پیدا می‌کند. همانطور که قبلا اشاره کردم هر یک از ما یک فایل ثروت در داخل کابینت داریم که ذهنیت نامیده می‌شود. این فایل شامل اعتقادات شخصی ماست که شامل این است که چرا ثروتمند بودن فوق‌العاده است. با این حال برای بسیاری از افراد این فایل شامل اطلاعاتی است در مورد اینکه چرا ثروتمند بودن ممکن است خیلی جالب نباشد.
این بدان معنی است که این فایل ها پیام های داخلی در مورد ثروت را با هم ترکیب کردند. بخشی از آنها با خوشرویی میگویند داشتن پول بیشتر ابعاد زندگی را لذت بخش می‌کند، اما قسمت دیگری از ذهن میگوید داشتن پول بیشتر ابعاد زندگی را لذت بخش. بخشی از آنها با خوشرویی میگویند داشتن پول بیشتر ابعاد زندگی را لذت بخش می‌کند، اما قسمت دیگری از زندگی فریاد میزند بله، اما من مجبورم مثل یک سگ کار کنم، چه لذتی دارد. قسمت دیگر میگوید من میتوانم به دور دنیا سفر کنم. سپس قسمت دیگری از ذهن میگوید بله، و همه در دنیا از من درخواست پول میکنند. این پیام های در هم ممکن است به اندازه کافی حس بیگناهی داشته باشد، اما در واقع یکی از مهمترین دلایلی است که اکثر مردم هرگز ثروتمند نمیشوند. میتوانید این گونه نگاه کنید: جهان به بیان دیگر قدرت بالاتر شبیه یک دپارتمان بزرگ سفارشات پستی است که به طور مداوم افراد، رویدادها و هر چیزی را به شما تحویل می‌دهد. شما با ارسال پیام‌های پر انرژی به جهان بر اساس باورهای غالب خود آنچه را به دست می‌آورید سفارش می‌دهید. باز هم بر اساس قانون جذب جهان تمام تلاش خود را می‌کند تا پاسخ مثبت دهد و از شما حمایت کند. اما اگر پیام‌های مختلفی در فایل خود داشته باشید، جهان نمی‌تواند آنچه دلخواه شماست را درک کند. در یک دقیقه جهان می‌شنود که شما می‌خواهید ثروتمند شوید. بنابراین شروع به ارسال فرصت برای شما می‌کند. اما بعد از آن می‌شنود که می‌گویید افراد ثروتمند حریص هستند. بنابراین جهان شروع به عدم حمایت از شما در داشتن پول فراوان می‌کند. اما بعد فکر می‌کنید داشتن پول زیاد زندگی را بسیار لذت بخش‌تر می‌کند. بنابراین جهان درمانده و مبهوت دوباره شروع به کار می‌کند و فرصت‌های بیشتری را برای شما فراهم می‌کند. روز بعد شما روحیه خوبی ندارید، بنابراین فکر می‌کنید پول آنقدرها هم مهم نیست. نهایتاً جهان درمانده شده فریاد می‌کشد ذهن معیوب خود را درست کن. من تو را به آنچه می‌خواهی خواهم رساند. فقط به من بگو که چه می‌خواهی. دلیل اصلی که اکثر مردم خواسته‌های خود نمی‌رسند این است که واقعاً نمی‌دانند چه می‌خواهند. افراد ثروتمند به وضوح می‌دانند که می‌خواهند ثروت داشته باشند. آنها در آرزوی خود تزلزل ناپذیر و کاملاً متعهد به خلق ثروت هستند. تا زمانی که قانونی، معنوی و اخلاقی باشد. برای داشتن ثروت هر کاری انجام می‌دهند. افراد ثروتمند پیام‌های متفاوتی به جهان نمی‌فرستند، ولی افراد فقیر مدام چنین کاری می‌کنند. به هر حال، وقتی آن پاراگراف آخر را می‌خوانید، اگر نجوایی در سر شما بود که ثروتمندان هیچ اهمیتی نمی‌دهند که قانونی، معنوی و اخلاقی باشد، شما قطعاً کار درستی با خواندن این کتاب انجام می‌دهید. به زودی خواهید فهمید که یک طرز فکر مخرب دارید. اصل ثروت. علت اصلی این که اکثر مردم با آنچه که می‌خواهند دست پیدا نمی‌کنند این است که آنها دقیقاً نمی‌دانند چه می‌خواهند. افراد فقیر دلایل زیادی دارند که چرا ثروتمند شدن و در واقع ثروتمند بودن می‌تواند مشکل ساز باشد. در نتیجه آنها 100% مطمئن نیستند که واقعاً می‌خواهند ثروتمند شوند. پیام آنها به جهان گیج کننده است. پیام آنها به دیگران مبهوت کننده است. و چرا این همه سردرگمی اتفاق می‌افتد؟ زیرا پیام آنها به خودشان هم گیج کننده است. بیش از این در مورد قدرت عزم و اراده صحبت کردیم. من می‌دانم که ممکن است باور کردنش کمی سخت باشد، اما شما همواره به آنچه می‌خواهید دست می‌یابید. هر آنچه به طور ناخودآگاه می‌خواهید و نه به آنچه صرفاً می‌گویید. شما ممکن است با تاکید به این موضوع را انکار کنید و پاسخ دهید این جمله احمقانه است. چرا من می‌خواهم تلاش کنم؟ و سوال من هم از شما دقیقاً همین است. نمی‌دانم چرا شما می‌خواهید تلاش و تقلا کنید. اگر می‌خواهید دلیل آن را کشف کنید، من از شما دعوت می‌کنم در سمینار فشرده ذهن میلیونر شرکت کنید، جایی که شما می‌توانید طرح پولی خود را شناسایی کنید. پاسخ به نظرتان خیره کننده خواهد بود. به صراحت بگویم، اگر به ثروتی که میگویید آرزوی آن را داشتید ولی نرسیده اید، احتمالات زیادی وجود دارد. زیرا اولا شما ناخودآگاه واقعا ثروت را نمیخواهید. ثانیا
حاضر نیستید آنچه را که برای خلق آن لازم است انجام دهید. بنابراین این مورد را بیشتر بررسی می‌کنیم. در واقع 3 وجه به اصطلاح خواستن وجود دارد. وجه اول، من می‌خواهم ثروتمند باشم. این بیان دیگری از این جمله است که اگر گیر من بیاید آن را برمی‌دارم. تنها خواستن بیفایده است. آیا دقت کرده ای که خواستن لزوما به داشتن منجر نمی شود؟ همچنین توجه داشته باشید که خواستن بدون داشتن منجر به خواستن بیشتر می شود. خواستن به یک امر عادی تبدیل می شود و فقط به خودش منجر می شود و یک حلقه کامل ایجاد می کند که دقیقاً به هیچ جا نمی رسد. ثروت صرفاً خواستن آن نیست. از کجا می دانید این مطلب درست است؟ با یک بررسی ساده و واقعی میلیاردها نفر میخواهند ثروتمند شوند. با این حال تعداد کمی از آنها واقعا ثروتمند هستند. وجه دوم خواستن این است که من ثروتمند شدن را انتخاب میکنم. ببخشید این روزها هوا سرد شده، یعنی سرد و گرم با هم شده. یعنی من واقعا اصلا نمیدونم که باید الان چه لباسی بپوشم، اسپریت روشن بذارم یا نذارم، پنجره باز بذارم یا نذارم. واقعا هوای شهر ما الان مقداری دوگانه شده و واقعا ممکن هر لحظه سرما بخورم. اجازه بدید من اینو خاموش کنم چون میترسم که سرما بخورم. وجه دوم خواستن این است: من ثروتمند شدن رو انتخاب میکنم. این امر مستلزم تصمیم گیری برای ثروتمند شدن است. انتخاب یک انرژی بسیار قدرتمند است و همزمان با مسئولیت پذیری واقعی شما همراه است. انتخاب یک انرژی بسیار قدرتمند است و همزمان با مسئولیت پذیری واقعی شما همراه است. کلمه تصمیم از کلمه لاتین دیکریز گرفته شده که معنای از بین بردن سایر گزینه هاست. انتخاب گزینه بهتری است، اما بهترین گزینه ممکن نیست. وجه سوم خواستن این گونه بیان می شود: من متعهد می شوم که ثروتمند باشم. تعریف کلمه تعهد این است که خود را بدون هیچ گونه قید و شرطی وقف کردن. این بدان معنی است که هیچ چیزی را مانع قرار ندهید و بیش از حد تصور از همه چیز برای دستیابی به ثروت بهره بگیرید. این به این معنی است که مایلید هر کاری که لازم است ولو اینکه چقدر طول می‌کشد انجام دهید. این همان راه دلیرانه است، بدون هیچ بهانه‌ای، بدون هیچ گونه اما و اگری، بدون هیچ گونه باید و شایدی و شکست یک گزینه نیست. راه دلیر بودن ساده است: من ثروتمند خواهم شد یا در تلاش برای رسیدن به آن خواهم بود. اغلب مردم هرگز واقعاً به ثروتمند بودن متعهد نمی‌شوند. اگر از آنها بپرسید آیا روی زندگی خود شرط بندی می‌کنید که در 10 سال آینده ثروتمند شوید، اکثر آنها جواب می‌دهند به هیچ وجه. این تفاوت بین افراد ثروتمند و فقیر است. دقیقاً به دلیل اینکه افراد واقعاً به ثروتمند بودن متعهد نخواهند شد تا ثروتمند شوند و به احتمال زیاد هرگز نیز ثروتمند نخواهند شد. برخی ها ممکن است بگویند: هارو، تو در مورد چه چیزی صحبت می‌کنید؟ من سخت تلاش می‌کنم. البته من متعهد به ثروتمند بودن هستم. و من پاسخ می‌دهم اینکه شما تلاش می‌کنید ناکافی است. تعریف تعهد این است که خود را بدون هیچ گونه قید و شرطی وقف کنید. کلمه کلیدی بدون قید و شرط است. بدان معنی که شما همه چیز را کنار می‌گذارید و منظورم واقعا همه چیز است. شما وارد این مقوله شده اید. اکثر افرادی که میشناسم از نظر اقتصادی موفق نیستند، چرا که محدودیت‌هایی در میزان اشتیاق و تمایلشان به ریسک‌پذیری و فداکاری دارند. گرچه فکر می‌کنند که مایلند هر کاری که لازم باشد انجام دهند، اما با پرسیدن سوالات عمیق‌تر
همواره متوجه میشوند که برای آنها شرایط زیادی چه در ارتباط با آن تمایل دارند انجام دهند و چه آنچه را که تمایل به انجامش ندارند فراهم است. از این متنفرم که من آن کسی باشم که این را به شما میگوید. اما ثروتمند شدن همانند قدم زدن در پارک نیست و هر کسی به شما خلاف این را میگوید یا خیلی شناخته شده تر از من است یا در گفتارش فاقد صداقت است. تجربه من نشان می‌دهد که ثروتمند شدن به تمرکز، شجاعت، دانش، تخصص، تلاش بیش از حد، نگرشی تسلیم ناپذیر و البته ذهنیتی غنی نیاز دارد. همچنین باید در عمق وجود خود باور داشته باشید که می‌توانید ثروت آفرینی کنید و کاملا مستحق آن هستید. باز این بدین معنی نیست که اگر کاملا و عمیقا متعهد به خلاص ثروت نباشید احتمال اینکه خالق ثروت نشوید وجود دارد. آیا حاضرید 16 ساعت در طول روز کار کنید؟ افراد ثروتمند این گونه هستند. آیا حاضرید 7 روز در هفته کار کنید و بیشتر آخر هفته‌های خود را کنار بگذارید؟ افراد ثروتمند این گونه هستند. آیا حاضرید از دیدن خانواده و دوستانتان و تفریحات و سرگرمی خود صرف نظر کنید؟ افراد ثروتمند این گونه هستند. آیا حاضرید تمام وقت، انرژی و سرمایه اولیه خود را بدون ضمانت باز پرداخت کنید؟ افراد ثروتمند این گونه هستند. برای مدت زمان کوتاه یا اغلب مدت زمان طولانی تری افراد ثروتمند تمایل به انجام همه موارد خوب را دارند. شما هم حاضرید؟ شاید خوششانس باشید و مجبور نباشید سخت و طولانی مدت کار و یا حتی فداکاری کنید. می توانید برای آن آرزو کنید، اما مطمئن هستم که روی آن حساب باز نمی کنید. باز هم افراد ثروتمند به اندازه کافی متعهد هستند. هر کاری را که لازم باشد انجام میدهند. جالب است بدانید که اگر متعهد شوید جهان برای حمایت از شما سر فرود می‌آورد. زمانی که شخص متعهد شود تردید و عقب نشینی همواره بی اثر است. در مورد همه اقدامات ابتکاری و خلقت یک حقیقت اساسی وجود دارد. جهل درباره آن. ایده‌های بیشمار و برنامه‌های پرزرق و برق و باشکوه را از بین می‌برد. اینکه در لحظه‌ای که شخص قطعاً خود را متعهد می‌کند، پس مشیت نیز همراه او حرکت می‌کند. جریان کلی حوادث ناشی از تصمیم‌گیری، ایجاد هر نوع حوادث غیر مترقبه، ملاقات و مساعدت‌های مادی به نفع فرد است که هیچ فرد قادر به تحقق آن نخواهد بود. به عبارت دیگر جهان به شما کمک می‌کند، شما را راهنمایی کرده و از شما پشتیبانی می‌کند و حتی برای شما معجزه انجام می‌دهد. اما قبل از همه اینها شما باید متعهد شوید. دست خود را روی قلب خود بگذارید. من متعهد می‌شوم که ثروتمند شوم. سر خود را لمس کنید و بگویید من ذهن میلیونر دارم. و طبق روال همیشگی آخر هر فایل ثروت که امروز فایل ثروت شماره 3 رو براتون خوندم، اقدامات ذهن میلیونر رو براتون میگم. یعنی که برای اینکه بتونید توی این بخش خودتون رو پرورش بدید و رشد بدید چه اقداماتی میتونید انجام بدید. یک پاراگراف کوتاه در مورد اینکه چرا خلق ثروت برای شما مهم است بنویسید. خاص باشید. 2. با یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود که مایل به حمایت از شما هستند دیدار کنید. به ایشان بگویید که می‌خواهید قدرت تعهد را به منظور ایجاد موفقیت بیشتر برانگیزید. دست خود را بر روی قلب خود بگذارید، به چشمان آن شخص خیره شوید و جمله زیر را تکرار کنید. من بدین وسیله متعهد می‌شوم که تا فلان تاریخ میلیونر یا حتی بیشتر از آن شوم. به شریک زندگی خود بگویید تا به شما بگوید من به تو ایمان دارم. سپس شما بگویید متشکرم. برای تقویت تعهد خود شما را دعوت می‌کنم که به وبسایت millionairmindbook.com متعهد شوید. سپس تعهد خود را چاپ کنید و آن را بر روی دیوار اتاق خود بچسبانید. بررسی کنید که قبل از تعهد خود چه احساسی دارید و بعد از آن چه احساسی پیدا می‌کنید. اگر احساس آزادی می‌کنید شما در مسیر خودتان هستید. اگر احساس ترس و وحشت می‌کنید باز هم در مسیر خودتان هستید. اگر برای انجام آن به خودتان زحمت نمی‌دهید یا هنوز هم مایل نیستید هر کاری که لازم باشد انجام دهید، در هر صورت انجام بدهید. به شما یادآوری می‌کنم که مسیر شما دقیقاً همان جایی است که الان هستید. اینم از فایل ثروت شماره 3 با عنوان عنوانش رو مجدد براتون بخونم.
افراد ثروتمند متعهد به ثروتمند شدن هستن و افراد فقیر میخواهند که ثروتمند باشن. این از این مورد. خب یه توضیح در رابطه با این قسمت برای شما دوست دارم که بگم. ببینید شما باید واقعا حرص و ولع پول داشته باشید که بخواید ثروتمند بشید. اگر ثروتمند شدن یکی از گزینه‌های شما هست، یعنی که میگید من میخوام ثروتمند بشم، حالا توی ذهنم هست، حالا یه بخشی از زندگیم هست ولی قسمت اصلی زندگیم نیست، خب قطعا اون ثروت زیاد رو به دست نمیارید. شما باید نقطه اصلی زندگیتون ثروتمند شدن باشه، پول زیاد باشه. و خب به نظرم که بهش میرسید. یه کمی ذهنم مشغول، خیلی نمیتونم تمرکز کنم، ولی الان براتون میخوام یه توضیح بدم. یه کمی آب گرم بخورم، گلوی تازه کنم، براتون توضیح میدم. خب افراد ثروتمند واقعا متعهدن که ثروتمند بشن، یعنی که تمام هدفشون توی زندگی حول همین موضوع ثروت و پول میچرخه و تمام نگاهشون به اطرافشون، دنیا، آدم‌ها، مسائل، مشکلات، تمام چیزهایی که در مسیر زندگیشون قرار میگیره فقط این هستش که چطور میتونن ثروتمندتر بشن. اما افراد فقیر میخوان که ثروتمند بشن، یعنی اینکه تمام بخش‌های زندگی خودش رو داشته باشه، در کنارش حالا ثروت هم داشته باشه، یه بخشی از زندگیش ثروت باشه. اگر یه بخشی از زندگی کسب ثروت و پول باشه، خب قطعا به اون میزانی که باید تو ثروتمند و میلیونر نمیشی. این کتاب بیشتر داره در رابطه با میلیونرها صحبت میکنه، نه پول به اندازه کافی. میلیونر یعنی که شما انقدر زیاد دارید که نمیتونید بشمارید، انقدر زیاد دارید که بتونه این که فکر بکنید به همه آدم‌ها میبخشید، انقدر زیاد دارید که دلتون میخواد بیشتر باز داشته باشید، یعنی همش حرص و ولع به دست آوردن پول بیشتر دارید. این بد نیست بچه‌ها. ببینید خیلی از افراد هستن که پول زیادی به دست میارن، به خیریه کمک میکنن، افراد زیادی برای اونها کار میکنن، پس اونها هم کسب درآمد میکنن و کلا چرخ مملکت و دنیا رو دارن اونها میچرخونن. بد نیست که شما خیلی خیلی ثروتمند باشید. اینکه از ثروتتون در چه مسیری استفاده کنید بد یا خوب هست. حالا نمیشه روش برچسب گذاشت، ولی اگر فکر میکنید که همه افراد ثروتمند بد هستن، باز هم شما یک مانع ذهنی دارید. همونش که تو فصل اول حالا خوندیم موانع ذهنی چی بودن، که ما فکر میکنیم هر فردی ثروتمند لزوما آدم بدی هست و نمیشه آدم خوبی هم بود. خب اشتباهه. خیلی از آدم‌های خوب هستن که دارن به خیلی‌ها کمک میکنن، برای خیلی‌ها شغل ایجاد کردن، به خیلی‌ها کمک میکنن، به خانواده خودشون کمک میکنن و این پول زیاد قطعاً بد نیستش. اینکه در چه مسیری استفاده بشه ازش استفاده کنیم بد یا خوب میتونه باشه. اینم از فایل ثروت شماره 3 در فصل دوم کتاب ذهن میلیونر، اسرار ذهن میلیونر. بی نهایت ازتون تشکر میکنم که تا آخر ویدیو همراه من اومدید. میدونم که براتون حس کنجکاوی ایجاد شده که بدونید فایل های دیگه ثروت چی هستن. یکی یکی میتونید تمام این ویدیوهایی که براتون ضبط میکنم و توی زندگی خودتون اعمالش کنید. اگر واقعا قصدتون ثروتمند شدن هست باید انجامش بدید بچه‌ها. نمیشه واقعا تنبلی با ثروت همخونی نداره. باید یه قدمی بردارید که بخواد در پیش پولی بیاد، ثروتی بیاد. این قدم هر چقدر بزرگتر، هر چقدر شما دلتون گنده‌تر باشه و شما توی مسیر زندگیتون انتخاب‌های خیلی بیشتری داشته باشید، قطعاً به ثروت‌های بیشتری هم میرسید. مراقب چشمای قشنگتون باشید. این روزها مراقب خانواده عزیزتون، دوستانتون، عزیزانتون باشید. امیدوارم به زودی هممون رو در آرامش، آسایش، رفاه، راحتی، پول فراوان و ثروت فراوان ببینم. بی‌نهایت دوستتون دارم. مراقب چشمای قشنگتون باشید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.